پاییز سال 1977 در شهر کمبریج هستیم، ایالت ماساچوست آمریکا. آقای پال کاکس 24 ساله، 2-3 هفته است که اومده اینجا، به قصد تحصیل اومده. مدت هاست که آرزو داشت بیاد دانشگاه هاروارد و دانشجوی رشته اتنوبوتانی بشه. اتنوبوتانی چیه؟ پال الان بوتانیسته. کارشناسیش رو گیاه شناسی خونده. الان اومده هاروارد، قراره که ارشد بخونه گرایش اتنوبوتانی. اتنوبوتانی حالا ترجمه دقیقش رو مطمئن نیستم، میشه گفت گیاه شناسی قومی، مردم گیاه شناسی هم میشه ترجمه کرد. خلاصه قضیه اینه که اتنوبوتانیست ها میان بررسی میکنن ببینن که مردم یک منطقه از گیاهان بومی اون ناحیه چه استفاده‌ای میکنن. حالا چه استفاده دارویی، چه غذایی، چه تزئینی، چه هرچی. یه جورایی یه گرایش میان رشته‌ای دیگه، یه ذره تاریخ داره، یه خورده جغرافی داره، بیشتر ولی همون گیاه شناسی. ویژگیش هم اینه که یه رشته‌ای زیاد پشت میز نشینی نداره، خیلی بیشتر همه چی تحقیقات میدانی طوره. شما زیاد قراره سفر کنی، احتمالش زیاده که جاهای دور افتاده بری، دشت و دمن و جنگل و اینا زیاد داره. این آقای پال کاکس هم خیلی روحیه ماجراجویی داشته، عاشق سفر و کشف مناطق دور افتاده و رفتن به صحراهایی که عرب نمیندازه و اینا. با خودش میگه که خب دیگه این رشته اصلا راست کار خودمه، میرم هاروارد اتنوبوتانی میخونم. یه روز صبح پال شالوکولا کرده از آپارتمانش میزنه بیرون. آپارتمان که میگم از این خونه‌های اشتراکی که به دانشجوهای ارشد میدن، خوابگاه بیشتر. از خوابگاه میزنه بیرون، قبلش صندوق پستش رو چک میکنه، میبینه که نامه اومده. از کجا؟ از آموزش دانشکده. نامه چی میگه؟ آقای پال کاکس عزیز، ضمن عرض تبریک ورود شما به دانشکده گیاهشناسی دانشگاه هاروارد رو خوش آمد میگوییم. نظر به قبولی شما در رشته مردم گیاهشناسی الزامی است که فلان 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 فلان. خلاصش این که نامه میگه برای ترم جدید باید از بین هیئت علمی دانشکده استاد راهنما انتخاب کنی. پال خیلی اساتید رو نمیشناخته، تازه اومده هاروارد، خیلی به جو دانشگاه هم آشنا نیست. بعد استاد راهنما هم انتخابش مهمه دیگه، یه ذره اخلاقای استاد خاص باشه، شما نتونی هندل کنی، استاد با شما حال نکنه، سختگیر باشه، از این داستانا کارت گره میخوره دیگه. بهتره که از همون اول تحقیقاتتو بکنی، یه استادی انتخاب کنی، قضیه زیاد پیچیده نشه. حال میره دانشگاه، از این بپرس از اون بپرس، آمار این استاد در بیار، اخلاق اون استاد چجوریه، فلانی نمره چطوری میده. از هر دانشجوی سوال میکنه، هر کدوم یه نظری دارن، یه پیشنهادی میدن. ولی نکته جالب چیه؟ نکته جالب اینه که همه نظرات و پیشنهادات در یک جمله مشترکن. هر استادی انتخاب میکنی بکن، فقط از دکتر شولتس فاصله بگیر. اصلا کلاهت هم افتاد دفتر شولتس، نرو بردار. چرا؟ شولتس کیه؟ چرا همه اینقدر بد میگن ازش؟ داستان چیه؟ قضیه برای پال جالب میشه. کرمش میگیره که این آمار این آقای دکتر شولتس رو در بیاره. یه دانشجو فارغ التحصیل پیدا میکنه، ازش میپرسه که ماجرا چیه. طرف برمیگرده میگه که ببین این دکتر شولتس که میگن خیلی باسواده، خیلی هم آدم گنده‌ایه. اصلا اول ایشون بوده، بعد دورش دانشکده گیاهشناسی کشیدن. پدر علم اتنوبوتانی اصلا اینه، شما اگه باش پایان نامه برداری بارتو بستی. ولی خب یکم دیوونه میونه است دیگه. طرف 12 سال زندگیشو تو جنگله آمازون زندگی کرده پیش این قبایل بومیا، زبون همشونو بلده، باشون میرفته شکار، از این رقصای گومبا میکردن دور آتیش. بعد میگن چیز میزم زیاد مصرف کرده اونجا، قشنگ خلوچل برگشته. چند سال پیش دانشجویی باش تر برداشت، رفتن آمازون سفر اکتشافی، دانشجوی دیگه بر نگشت، انصراف داد از هاروارد، همونجا ساکن شد، دیگه هم ازش خبر نداری. اصلا شما برو دفتر دکتر رو ببین، کرکوپرت میریزه. از یه دیوار کله کرگدن آویزون کرده، یه طرف دیگه پر نیزه و تیرکمونه. خلاصه که عجایب مخلوقی است این بشر. همینطور که ایشون داره توضیح میده، پال هی چشاش داره گردتر میشه، دوپامین داره تو رگاش فوران میکنه، دل تو دلش نیست بره این دکتر شولتس رو ببینه، سر از کارش در بیاره. بوده میره دفتر دکتر رو تو دانشکده پیدا میکنه، میبینه که از منشینا که خبری نیست، پرنده پر نمیزنه. یه خورده یمین لای در دفتر بازه، یه 2 تا تقه به در میزنه، کسی جواب نمیده.
ریز ریز در رو وا میکنه، لولای درم حدوداً یه قرنی میشه روغن نخورده، یه صدای جیر فیلم ترسناکتوری میده، میره داخل. دفتر تاریک، همه جا ظلمات، یه نور شمعی فقط سوسو میزنه، همه جا پر قفسه های محلول و نمونه های گیاهی و رو دیوارا پر تقدیرنامه و بریده روزنامه و عکسای یادگاری از سفرهای اکتشافی. اون کله کرگدنم مثل این که واقعی بود، خوش شده رو دیوار و یه خود پاورچین میره سمت یکی از عکسای بزرگی قاب شده رو دیوار. میبینه که تو عکس 3 نفر کنار هم وایسادن وسط جنگل، لباس بومیای آمازون رو پوشیدن، هر کدوم یه نیزه بلند دستشونه. فقط نفر سمت راستی یه آقای جوونیه، زیاد شبیه بومیا نیست، طرف قیافش آمریکاییه، عکس سیاه‌سفید حالا قدیمیه ولی مشخص طرف سفید پوست بومی نیست. حال همینجوری داشته عکس رو نگاه می‌کرده، فکر می‌کرده که این پسره کی میتونه باشه. یهو یه صدایی از پشتش میشنوه، شبیه صدای رها شدن تیر از کمان. نیم ثانیه بعد یه چیزی درست از کنار گوشش صفیرکشان رد میشه، محکم فرو میره تو دیوار. حال خشکش میزنه، عضلات گردن منقبض، نفس حبس، فک قفل. یه نفر از پشت سرش با صدای اسرارآمیزی میگه کی بهت اجازه داد بیای داخل؟ حال جرئت نمیکنه سرشو برگردونه، به سختی تلاش میکنه که توضیح بده، از ترس به تته پته میفته، میگه که دانشجوی جدیدالورود دنبال دکتر شولتس میگرده. صدا جواب میده که اون عکس رو روبروت میبینی پسر، اونا 3 نفر از اعضای قبیله کوفان هستن. نفر سمت راستی مدرک هاروارد داره، کسی که دنبالش میگردی همونه. سلام، اینجا نارکوکسته و شما دارین به پرونده DMT گوش میدین. اینجا در نارکوکست ما در هر پرونده درباره یکی از مواد مخدر یا محرک صحبت میکنیم، تاریخچه‌شو میگیم، اثرات اجتماعی و فردیش رو بررسی میکنیم، خطراتش رو میگیم، کاربرداشو میگیم و قطعاً هیچ کدوم اینا به معنای تبلیغ مصرف هیچ کدوم از این مواد نیست. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ این اپیزود. آیاواسکا. این اپیزود به هیچ وجه مناسب بچه‌ها نیست. اگه بچه‌ای اطرافتون هست الان موقعشه که هدفونا رو بزنید. For the first time in your life, you'll have time to find out what it is that you actually want to do. And when you figure it out, you'll have the time and the freedom to start doing it. دکتر ریچارد ایونز شولتس. خیلی‌ها معتقدن که دکتر شولتس پدر علم اتنوبوتانیه، ولی ایشون خودش قبول نداره. یه مراسمی براش گرفته بودن تو موزه هاروارد بوتانیکال که این عنوانو بهش بدن. ایشون میره بالا سخنرانی کنه، همون اول میگه که البته اینا همش مزخرفه، اتنوبوتانی از زمان فراعنه مصر وجود داشته، من هنوز انقدی پیر نشدم که پدر این علم باشم. دکتر شولتس برای خیلی‌ها هنوز اسطوره است. کارهای بزرگ زیادی کرده، کمترینش این که در سالهایی که آمازون بوده 24,000 گونه گیاهی جمع‌آوری میکنه که 300 تاش بعداً مشخص میشه که گونه‌های ثبت نشده بودن. برای اولین بار ایشون اینا رو کشف کرده. 300 تا گونه خیلی حرفا، من حالا یه عددی میگم شما میشنوید، ولی الان گیاهشناسا عمرشون رو میذارن یه دونه گونه جدید کشف کنن. 120 گونه مختلف به اسم خود ایشون ثبت شده. برای 2000 تا از اون 24,000 گونه‌ای که گفتم خودش شخصا استفاده پزشکی پیدا کرده. دیگه براتون بگم 2 میلیون هکتار از زمین‌های آمازون به اسم ایشون نامگذاری شده. چه بسیار آدم‌هایی که بعدها از ایشون الهام گرفتن، راهش رو ادامه دادن. اصلا معروف بود به این که هر کی باش آشنا می‌شد مسیر زندگیشو عوض می‌کرد. میگن یه روز یه بنده خدایی سال 1973 رفت در دفترشو زد، 2 هفته بعد دور و برش نگاه کرد، دید شت من وسط آمازون چیکار میکنم. این بنده خدایی که میگم کیه؟ آقای وید دیویس. وید دیویس نویسنده‌ایه که داستان سفرهای اکتشافی دکتر شولتس رو
به جنگل‌های آمازون نوشته. کتاب ایشون منبع اصلی این اپیزود ما هستش. کتاب The Lost Amazon: The Pioneering Expeditions of Richard Evans Schultes. بگذاریم تا صبح میشه از جوایز و فضایل ایشون صحبت کرد. میخوایم برگردیم عقب، یکم قرار بیشتر با بیوگرافی ایشون آشنا بشیم. ریچارد سال 1915 در شرق ایالت بوستون به دنیا میاد. یه خانواده فقیر داشته، پدرش یه لوله‌کش معمولی بوده. در 8 سالگی ریچارد یه بیماری سختی میگیره. چند هفته بدرست میشه، استراحت مطلق. دکتر اجازه نمیداده از تخت بیاد پایین. خیلی حوصلش سر میرفته، غر میزده، بهانه میگرفته و اینا. پدرش با خودش میگه چیکار کنم این بچه دست از سر کچل ما برداره. ها میشه میره یه کتابخونه 4 تا کوچه اونورتر یه کتابی چیزی امانت بگیره، بیاد برای این بچه بخونه سرشو اینجوری گرم کنه. 1915 دیگه، آیفون هنوز اختراع نشده بدین دست بچه اسکلش کنیم. میره کتابخونه، یه کتابی برمیداره، با خودش هم میگه بذار یه چیزی بردارم هم مثلا داستانی طور و اینا باشه، سرگرم شه، هم یکم هم علمی باشه. بالاخره این بچه مدرسه که نمیره، یه چیزی یاد بگیره حداقل. چی برمیداره؟ یه کتاب از آقای ریچارد اسپروس، گیاهشناس، Notes of a Botanist on the Amazon and the Andes. یه سفرنامه است. در واقع یادداشت‌های آقای اسپروس در سفرش به آمازون. ریچارد 8 ساله این داستانا و یادداشت‌ها و اینا رو میشنوه، خیلی حال میکنه. همینه که علاقمند میشه به کل این ماجراهای آمازون و گیاهشناسی و سفر اکتشافی. از طرف دیگه هم بزرگتر که میشه خیلی به پزشکی گرایش پیدا میکنه. دقت کنید که سال 1933 که ایشون موفق میشه از هاروارد بورسیه تحصیلی بگیره، رشته پزشکی و گیاهشناسی هنوز از هم جدا نشدن، تو هم ادغامن. شما میرید طب بخونید دیگه، همه چی توش هست. گیاهشناسی هست، آناتومی و تشریح هست، داروشناسی هست، همه در همه، سوا کردنی نیست. اون زمانی که ریچارد وارد دانشکده بوتانی هاروارد میشه، مدیر دانشکده فرد بسیار نامداری بوده به نام آقای دکتر اوک ایمز. اسم ایشونو واقعا تریلی نمیکشه. آدم به شدت دمکلفتی بوده، چه در علم، چه در سیاست، چه در بیزنس. در هاروارد ریاست دانشکده بود، بیزنسمن بسیار موفقی بود، از خانواده اصیل و ثروتمند. پدرش فرماندار ایالت بود، پدر بزرگش سناتور بود، از اعضای مهم مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا. ژن خوب دیگه از هر لحاظ. تو هاروارد هر کی بودجه‌ای، مساعده‌ای، لابی چیزی می‌خواست، مستقیم میرفت در دفتر ایشونو میزد. آدم کلک و دودوزه بازی هم بود، از مقام و منصب خانواده‌اش هم خوب سوء استفاده می‌کرد هر جایی که میشد. میگن زمان ممنوعیت الکل در آمریکا برای ایشون بطری مشروب می‌آوردن، در دفترش تحویل میدادن به اسم اینکه برای تحقیقات علمیه، عشق و صفا. یه خود خلوچل هم بوده، دانشجوها رو تشویق می‌کرده مواد سمی تست کنن، تجربهشون رو بنویسن، مطالعه کنن رو مواد، از اینجور کارا. خیلی هم استاد سختگیری بود. ریچارد زمان دانشجوییش یه 3 واحدی سنگین با ایشون برمی‌داره. همون جلسه اول استاد تکلیف میده که خب بچه‌ها پا میشید میرید سراغ قفسه کتابای ته کلاس، نفر یک کتاب برمی‌دارید، تا جلسه بعد کلشو میخونید، خلاصه‌شو مینویسید، برمی‌دارید میارید. یا امام هشتم، استاد جلسه اول خلاصه کتاب بنویسیم، به خدا هنوز چت جی پی تی اختراع نشده. ولی خب کسی جرئت نمیکنه زیاد بحث کنه با بزرگوار. صدات در میومد مینداختت. 3 واحدی هم پیش نیاز، بعد معرفی به استادم یه کانسپتیه، اونم هنوز اختراع نشده بوده احتمالاً. همه میرن سراغ قفسه ها، هر کی کتابی برمی‌داره. ریچارد میگرده کم حجم ترین کتاب رو انتخاب میکنه. البته نه به خاطر اینکه دانشجوی تنبلی بوده، به خاطر اینکه گفتیم دیگه ریچارد از خانواده فقیری میاد. در واقع تنها دانشجوی کلاسه که خانواده‌اش فقیرند. اون زمان هر کی میرفت کالج احتمالاً خانواده ثروتمندی داشت. کم پیش میومد کسی فاند بگیره بیاد هاروارد. ریچارد دیگه خیلی بچه زرنگ و نرد بوده، موفق میشه فاند بگیره. ولی مجبور بوده برای هزینه‌های زندگیش کار کنه دیگه. 2 شیفت کار میکرده، درس هم میخونده. به خاطر همین خیلی از بقیه بچه‌ها کمتر وقت داشته. کتابی که گیرش میاد رو
اسمشو که بگم اگه شنونده نارکوکست بوده باشین همه با هم یه لبخندی میزنیم. کتاب مسکالین اند پیوتی اثر آقای هینریش کلوور. یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند که این ریچارد ما سر از نارکوکست در بیاره. ریچارد کتابه رو میخونه و میبینه که آفرین، من نمیدونستم توی این رشته از این خبرام هست، چقدر هم عالی. خیلی علاقه‌مند میشه به موضوع. جلسه بعد میره سر کلاس، خلاصه کتابو میخونه. استاد عشق میکنه، میگه آفرین، باری کلا میبینم که خیلی علاقه‌مند بودی به موضوع. ریچارد میگه که بله، تازه فقط این نیست که من رفتم تحقیقاتی هم کردم ژرف و شگرف من باب روانگردان ها و سطوح بالاتر آگاهی و اینا. غیر از این خلاصه‌ای که نوشتم چند تا رساله نوشتم خدمت شریف تقدیم میکنم. نرد سگی بوده واقعا، بزرگوار از اینا که دلت میخواد بعد کلاس قشنگ سیاه و کبودشون کنی. دکتر ایمز هم دیگه تحت تاثیر قرار میگیره، قشنگ میگه بابا شما دیگه خیلی خفنی، دمت گرم، به نظرم اصلا شما اینجا داری حیف میشی، بیا من یه بودجه‌ای برات ردیف میکنم، یه سفر تحقیقاتی برو اوکلاهوما، قشنگ بشین رو پیوتی مطالعه کن، اونجا مردم قبایل کیووا هستن، قشنگ تو بطن ماجرا میتونی بشینی مطالعه کنی. برای اونایی که پرونده مسکالین رو گوش ندادن، پیوتی نژاد کاکتوس در آمریکای جنوبی رشد میکنه، حاوی ماده روانگردان هستش به نام مسکالین. خلاصه دکتر ایمز به چشم به هم زدنی بودجه ایشونو فراهم میکنه. ریچارد هم از خدا خواسته پایان نامه‌شو اصلا اختصاص میده به همین داستان. پس چی شد؟ سال 1936 ریچارد شولتس 21 ساله دانشگاه هاروارد رو به قصد سفر به ایالت اوکلاهوما ترک میکنه. یک سفر 1400 کیلومتری به سمت قبایل بومیان یا همون ایندیان های آمریکا. All right. Simmer down and relax. Thank you very much, ladies and gentlemen. Now it's showtime. Have no fear. Let the good times roll. I never. زیاد با اتفاقایی که تو این سفر برای ریچارد افتاده سرتون رو درد نمیارم. ما توی پرونده کامل هم درباره مسکالین گفتیم، هم از کاکتوس پیوتی و سن پدرو گفتیم، کلی درباره اوکلاهوما حرف زدیم تا دلتون بخوادم از قبایل ایندیان ها تعریف کردیم. ریچارد این فرصت رو پیدا میکنه که با تمام اینا آشنا بشه. رسم و رسومات ایندیان ها رو میشناسه، زبانشون رو یکم یاد میگیره، تو مراسمات مذهبی شرکت میکنه، تریپ مسکالین رو تجربه میکنه. یه عکسی ازش هست خیلی جالبه، مربوط میشه به فردای مراسم پیوتی. این عکس رو حتما تو کانال تلگرام میذارم ببینید. 12 ساعت داخل تیپی این چادرهای ایندیانا، تریپ سنگین کرده، صبح شده از تیپی اومدن بیرون عکس گرفتن، طرف هنوز پیرنش تو شلوارشه، خیلی شق و رق، کروات زده، هیچی، سنجاق کروات هم زده. آخه لعنتی تو 1936 پاشدی رفتی وسط قبایل اوکلاهوما بین ایندیانا نشستین تو چادر مسکالین تریپ کردین، هنوز سنجاق کرواتت تنته؟ آخه چقدر یه آدم میتونه نرد باشه، اصلا اعصاب آدم خورد میشه این عکس رو نگاه میکنه. بگذاریم. این سفر شولتس تموم میشه، پایان نامه‌ش هم ارائه میده، مدرکه رو میگیره، الان دیگه رسما اسنابوتانیسته، فارغ التحصیل از هاروارد، خیلی شیک پا میشه میره واشنگتن، در مؤسسه اسمیتسونیان مشغول به کار میشه. اسمیتسونیان یه مؤسسه اینا مسئول نگهداری از چند تا موزه و سایت باستانی و اینا. شولتس داره اینجا کار میکنه. یه روز تو کتابخونه مؤسسه بوده، مشغول نردانگی بوده. نردانگی هم یه لغتیه ما به افتخار دکتر شولتس اختراع کردیم، بدین وسیله وارد دیکشنری نارکوکست میشه. ایشون داشته تو کتابخونه نردانگیشون کرده، وسط یکی از کتابا یه نامه‌ای پیدا میکنه از یه پزشک مکزیکی به نام آقای لاس پابلو ریکو. توی نامه یه سری توضیحات داده شده درباره یه گونه عجیب از قارچ‌های جادویی که خاصیت روانگردانی دارن و در ایالت اوهاکای مکزیک کشف شدن. شولتس ماجرا براش جالب میشه، تجربه تریپ با کاکتوس رو داشته ولی باورش نمیشه که یه نوع قارچ هم با خاصیت سایکیدلیک وجود داره.
با دکتر ریکو مکاتبه میکنه. سلام، من فلانی هم از هاروارد، نتیجه کاراتون رو خوندم، خیلی جالب بود، کاش بشه یه نمونه ای از این قارچاتون رو برای من بفرستین ما اینجا مطالعه کنیم. ریکو هم نمونه ها رو میفرسته، ولی خب 1937 دیگه، تیپاکس هنوز نیست. یه بسته رو بخوان از اوهاکای مکزیک بفرستن واشنگتن آمریکا، باباشون میاد جلو چشمشون. خلاصه که قارچا میرسه، ولی انقدر تو مسیر آسیب دیده و وضع داغونی داشتن نمونه ها که نمیشده روش آزمایش علمی انجام داد. شولتس چیکار میکنه؟ میره پیش ددی، یه نامه میده به استاد بزرگ دکتر اوکس ایمز، ماجرا رو توضیح میده، میگه که دیدی رفتم اوکلاهاما چیکار کردم، چقدر مقاله خفن شد، اینا همش به خاطر الطاف و بزرگواری های شما بود. این دفعه میخوام برم رو قارچای جادویی کار کنم، پول بده، میخوام برم اوهاکا. دوباره در چشم به هم زدنی بودجه ردیف میشه و پیش به سوی مکزیک. دقت کنید که این سفری که شولتس آمریکایی داره میره دنبال ماجیک ماشروم 15 سال قبل از اینه که خانواده واسون برن اوهاکا. از پرونده ماجیک ماشروم خانواده واسون رو یادمونه دیگه. والنتینا و گوردون واسون مایکولوژیست هایی بودن که قارچشناس هایی بودن که سفر میکنن به اوهاکا، ماجیک ماشروم و راز سفرهای عرفانیش رو از ماریا سابینا یاد میگیرن و این راز رو با خودشون به آمریکا برمیگردونن. اما ما اینجا میبینیم که 15 سال قبل از این ماجرا ریچارد شولتس جوان به تشویق و بهتره بگیم تحریک دکتر ریکو به اوهاکا سفر کرده. چرا من دارم از لغت تحریک استفاده میکنم؟ قضیه داره. دکتر ریکو یکم پروندهش بوداره. شواهدی هست که نشون میده دکتر ریکو اون زمان از طرفدارای دو آتیشه حزب نازی آلمان بوده. از اون طرف حواستون به تاریخ هست دیگه، 1937 تا جنگ جهانی دوم چقدر مونده؟ 1 سال حدوداً. سال دیگه جنگ قراره شروع بشه. در همچین شرایطی یک پزشک طرفدار حزب نازی داره یه محقق جوان آمریکایی رو تحریک میکنه که برو از هاروارد بودجه بگیر بیا بریم رو ماجیک ماشروم تحقیق کنیم. نکته جالبتر کجاست؟ اینجاست که اینا تنها تیمی نیستن که دارن این سفر تحقیقاتی رو انجام میدن. یه تیم دیگه هم همزمان با اینا دارن میرن اوهاکا به رهبری آقای برنارد برین. برنارد برین کیه؟ امروز میدونیم که ایشون جاسوس بریتانیا بوده. بینگو، نقطه ها رو به هم وصل کنیم. 2 تا تیم همزمان دارن میرن رو ماجیک ماشروم تحقیق کنن. رهبر یکیشون جاسوس بریتانیاست، رهبر اون یکی هم یه بوایی میاد که به حزب نازی وصله. سال دیگه هم جنگ جهانی داره شروع میشه. من قبل از این که سر از این ماجرای جاسوس بازی در بیارم چندین روز بود لای پرونده ها و کتاب ها و یوتیوب و هر جا که بگین میگشتم ببینم پس چطوری میشه اگه یکی 15 سال قبل از واسون ها رفته تحتوی این ماجرای ماجیک ماشروم رو در آورده، پس چرا شما وقتی درباره ماشروم و داستان کشفش و این صحبت ها سرچ میکنی هیچ اثری از ریچارد شولتس پیدا نمیکنی؟ بعد همش با خودم فکر میکردم که خب حالا دهه 40 دیگه، ارتباطات ضعیف بوده، بالاخره احتمال این که یه سفر تحقیقاتی یا اون وسط نادیده گرفته شه خبرش زیاد پخش نشه هست. اینستاگرام که هنوز اختراع نشده هر کی هر جای دنیا هر غلطی میکنه با بفهمین. اما بعدش فهمیدم که ای ابله و مردا که منم، این سفر انجام شده و از نتایج تحقیقاتم استفاده شده و صداش هم در نیومده، چون اصلا قرار نبوده که صداش در بیاد. یه خورده بریم جلو، برسیم به 1941. وسط جنگ جهانی هستیم. آمریکا داره همه زورشو میزنه برای دستیابی به سلاح‌های جدید، هر نوعی که میخواد باشه، سلاح گرم، سلاح بیولوژیکی، سلاح هسته‌ای، هرچی. هر مقدار بودجه‌ای که لازم باشه برای تحقیقات در زمینه‌های نظامی رو ارتش سخاوتمندانه تقبل میکنه.
از هر کسی که دانشی در این زمینه داره میتونه یه گوشه کارو بگیره داره کمک میگیره. چندین و چند پروژه مختلف همزمان داره جلو میره در زمینه سلاح‌های بیولوژیکی. پروژه MK اولترا رو از پرونده‌های قبلی یادمونه دیگه. ارتش آمریکا داشت تلاش میکرد انواع مواد با خاصیت سمی و سایکولوژیک و روانگردان و اینا رو آزمایش کنه ببینه از کدومشون میشه یک کاربرد نظامی پیدا کرد. ما تقریبا تو هر پرونده یه جایی داریم به این پروژه MK اولترا برمیخوریم. اینجا هم ریچارد شولتس وقتی از اوهاکا برمیگرده یهو به خودش میاد میبینه که وسط این پروژه است. چیه ماجرا؟ یه قبیله هستن به نام قبیله کوفان. اینا در اکوادور زندگی میکنن، آمریکای جنوبی. قبیله کوفان به سلاح خاصی که در شکار و جنگ‌های قبیله‌ای استفاده میکنن معروفن. تو فیلم‌ها ممکنه دیده باشین. یه سلاح دارت مانندیه، یه لوله بلند داره از جنس بامبو، داخل لوله یه تیر زهرآگین میذارن، این طرف لوله که محکم فوت میکنن تیر پرتاب میشه میخوره به هدف. اون زهری که نوک تیر رو بهش آغشته میکنن سمیه به نام سم کراری. عمل کردش اینطوریه که به سرعت باعث فلج ماهیچه ها میشه. اول از همه ماهیچه های تنفسی رو فلج میکنه و در واقع خفگیه که هدف رو از پا در میاره. کراری اون زمان شناخته شده نبود، صرفا میدونستن که یه همچین سلاحی هم وجود داره. به خاطر همین ارتش میاد یه پروژه تعریف میکنه برای تحقیقات روی این سم کراری. دنبال یه نفری بودن که اون منطقه از آمریکای جنوبی رو بشناسه، یه تسلطی روی پوشش گیاهی منطقه و بومیای اونجا داشته باشه، تجربه تحقیقات میدانی هم داشته باشه. طبیعتاً چه کسی بهتر از ریچارد ایونز شولتس. همون موقع شولتس یه پیشنهاد خیلی خوب کاری داشت. یک مدرسه خصوصی در واشنگتن بهش پیشنهاد تدریس داده بود با درآمد بالا. شولتس میتونست پروژه ارتش رو قبول نکنه، خیلی شیک و کچلواری بره بشینه درسشو بده. شما خودتون رو بذارید سر این دوراهی ببینید چیکار میکنید. تدریس در یک مدرسه شیک، یه منطقه با کلاس، درآمد خوب، امکانات عالی، یا اینکه 1 سال زندگی در جنگل بین قبیله‌های بومی، شرایط سخت، بدون امکانات و به دور از تمدن. طبیعتاً با شناختی که از ریچارد شولتس داریم ایشون گزینه دوم رو انتخاب میکنه. کولشو میبنده پیش به سوی اکوادور. تو کتاب نوشته کل وسایلی که شولتس با خودش میبره اکوادور یه دست لباسه، یه کلاه، یه نانو، دوربین، ابزار نمونه برداری از گیاهان، پادزهر مارگزیدگی، یه جفت پوتین و همین. حتی اسلحه هم با خودش نمیبره. دقت کنید که این بنده خدا اصلا نمیدونه کجا داره میره، نمیدونه برخورد قبیله باش چطوریه. بعد این قبایل بومی هم مثل الان که نیستن. الان شما میتونی یه بلیت تور بخری بری از قبایل بازدید کنی، تو مراسمات شرکت کنی، وبسایت دارن، کانال یوتیوب دارن، ولاگ میذارن. یه وضعیت عجیبیه الان. اون زمان اینطوری نبوده که 1941 قبیله کوفان تا اون زمان اصلا فرد خارجی ندیدن. شمایی که داری به عنوان اولین سفید پوست میری یه همچین جایی، چه میدونی قراره چه استقبالی ازت به عمل بیاد؟ شاید زدن کشتنت، شاید یه مراسمی داشتن شما رو کتبسته بردن پیش خدایانشون قربانیتون کردن، معلوم نمیکنه که. ولی ریچارد شولتس خیلی خونسرد انگار داره میره فامیلای دورشو ببینه. مثلا یه کوله میبنده میره وسط قبیله، با همه چاق سلامتی، با این و اون رفیق شو، زبونشون رو یاد بگیر، تو مراسمات شرکت کن، دراگاشون رو بزن. به هیچی هم نه نمیگه بزرگوار. در مدت کوتاهی شولتس انقدر روابط خوبی با بومیا برقرار میکنه، هنوزم که هنوزه گروه‌های تحقیقاتی که میخوان برن آمازون بهشون میگن شما هر جا دیدین کارتون گیر کرد، با ایندیانا به مشکل خوردین، آشنا نداشتین، اسم ریچارد شولتس رو بیارین، همه چی حله، تا کمر براتون خم میشه. اینقدر این آدم تونست خودش رو بین قبایل محبوب کنه. یه مصاحبه از شولتس تو یوتیوب هست، ازش میپرسن شما چطوری تونستی با این همه قبیله‌های مختلف، زبان‌های مختلف ارتباط بگیری؟ دولینگو که نیست مثلا آدم بتونه زبان جدید یاد بگیره به این سرعت. میگه که واقعیتش زیاد کار سختی نیست.
قبایل اون منطقه ارتباطاتشون یه چیزی شبیه اروپاست. دیدین اروپا اینجوریه که شما یه انگلیسی بلد باشی، هر کشوری هم که برید بالاخره یه جوری کارت راه میفته. یه نفر هست دست و پا شکست انگلیسی بلد باشه، شما از طریق اون فرد بتونی با بقیه ارتباط بگیری، تهش لنگ نمیمونی. اونجا هم همینه. اگه بتونی زبان بزرگترین قبیله منطقه رو یاد بگیری، تو بقیه قبایل هم دیگه کارت پیش میره. یکی بالاخره تو اون قبیله پیدا میشه که اون زبان هم بلد باشه. خلاصه بگذاریم. شولتس به همین روش با تمام قبایل بومی منطقه ارتباط میگیره، ازشون یاد میگیره. بعد این قبایل هم اینجوری هن که حسابی متخصصن در استفاده از گیاهان مختلف در انواع زمینه ها، برای شکار، برای درمان، برای مراسمات مذهبی. از هر گیاهی بالاخره یه خاصیتی پیدا میکنن. شولتس هم دنبال همینه دیگه، این همه راه اومده همینا رو یاد بگیره. درسته که هدف اصلی پروژه، اون چیزی که به خاطرش از ارتش بودجه گرفته، اینه که روی سم کراری مطالعه کنه، استفاده نظامی براش پیدا کنه. ولی خود شولتس که به این هدف نیومده اکوادور. این آدم عشقش چیز دیگه است. چیزی که وسوسش کرده و تا آمازون آوردتش چیز دیگه ایه. اون عشق چیه؟ اون وسوسه چیه؟ رویایی به نام آیاواسکا. این همه قصه تا اینجا سرهم کردیم که به اینجا برسیم، به آیاواسکا، موضوع اصلی این پرونده. ریچارد شولتس در سفر قبلی که داشت یه چیزایی درباره آیاواسکا شنیده بود. میدونست که یه معجون مقدسه، یه جوشونده است که از گیاهان این منطقه آمازون به دست میاد. میدونست که از این جوشونده در مراسمات استفاده میشه. شمنها ازش برای درمان بیماری‌های مختلف استفاده میکنن. شمنها رو حالا یک جای مناسبی مفصل میگیم که کی هستن، بحث طولانیه. امروز ما میدونیم که آیاواسکا حاوی قوی ترین سایکیدلیک جهانه. ما تا اینجا همه پرونده هایی که داشتیم درباره سایکیدلیکا بوده. درباره ماجیک ماشروم حرف زدیم، از LSD گفتیم، از اکستازی گفتیم، از مسکالین گفتیم و بالاخره قراره برسیم به قوی ترین سایکیدلیکی که تا به حال در دنیا شناخته شده، ماده‌ای به نام دیمتیل تریپتامین یا به اختصار DMT. ببینید درباره DMT شما یه سرچ ساده بزنید تا صبح میتونید ویدیو، مستند و ریلز اینستا و همه چی پیدا کنید. واقعا محتوا درباره‌اش ریخته، چه فارسی چه انگلیسی، فت و فراوون. درباره عملکردش گفتن، درباره عوارضش گفتن، نحوه استفادهش رو گفتن، همه اینا خیلی مفصل و کامل هست. ولی توی این پادکست من یکی این که نمیخوام حرف تکراری بزنم و یکی این که بارها اینو گفتم، نارکوکست بیشتر از این که درباره خود دراگ‌ها باشه، درباره تاریخ دراگه، درباره فرهنگ، درباره اثریه که اون دراگ رو جوامع بشری گذاشته. ما اینجا قرار نیست بیایم تبلیغ استفاده از دراگ کنیم یا مثلا الان بیایم آموزش تریپ کردن روی DMT بدیم. میشه این کارا رو کرده و میدونم هم که مخاطب همچین محتوایی خیلی بیشتره. باورتون نمیشه من چقدر روزانه دارم این کامنتو میگیرم که آقا شما این همه میای حرف میزنی، خب از خود دراگ هم حرف بزن. چرا نمیگی تریپش چطوریه؟ چرا نمیگی چطوری مصرفش کنیم؟ چرا نمیگی از کجا باید تهیه کرد؟ جواب من به همه این سوالا اینه که اوکی، میشه اینا رو هم گفت، ولی کار من نیست. رسیدن به جواب این سوالا واقعا آسونه. یوتیوب پر از این مدل ویدیو هاست. انقدر آدم اومدن از این حرفا زدن اصلا خسته میشه. من رسالتی که برای نارکوکست تعریف کردم اینه که حرفای اینجا بزنیم که نیست، سخت پیدا میشه. درباره همین DMT شما ویدیوها رو ببینی، دیگه علمی ترین محتواهایی که ساخته شدن مثلا درباره عوارض مصرفه یا مثلا درباره نحوه کشف مولکولش اومدن حرف زدن.
یه ویدیو دیدم اومده بود کامل درباره آقای ریک استراسمن حرف زده بود. ریک استراسمن کاشف مولکول DMT، نویسنده معروفترین کتاب در این زمینه هم هست. کتاب DMT The Spirit Molecule. دانشمند بزرگیه واقعا. اگه علاقه‌مندین دنبالش کنین. کلی پادکست و ویدیو ازش هست. یه پادکست با جو روگن داره، گوش بدین، برق از سرتون میپره واقعا. اتفاقا من وقتی تحقیقات این اپیزودو شروع کردم داشتم همین مسیر رو میرفتم. یعنی اصلا قرار بود کاراکتر اصلیمون ایشون باشه، آقای ریک استراسمن باشه. قرار بود منبع اپیزودم همین کتاب باشه. فکر کنم حدود 1 ماه بود فقط داشتم پادکست‌ها رو گوش میدادم، سخنرانی‌ها رو میدیدم و قرار بود اصلا داستانمون داستان کشف مولکول DMT باشه. شما همه جای متن داشتی اسم ریک استراسمن رو میدیدی. ولی در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که هرچی رفتم جلوتر دیدم که خب این حرفا رو که زدن، همه اینا گفته شده. ویدیو هست اومده ریز به ریز جزئیات DMT تریپ رو توضیح داده. یوتیوبر هست اومده جلوی دوربین DMT رو مصرف کرده، از کل تجربه تریپش فیلم گرفته گذاشته. همه اینا موجوده، فارسیش هم موجوده. واقعیتش من هر چقدر به خودم کلنجار رفتم نتونستم خودم رو راضی کنم که بیام دوباره همون حرفای تکراری رو بزنم. یادمه توی همین کشمکشا با خودم بودم که یهو اسم ریچارد ایونز شولتس به گوشم خورد. برام جالب شد، یکم سرچ کردم و اصلا قصه عوض شد. 4000 کلمه نوشته بودم، همشو پاک کردم، از اول شروع کردم این پرونده رو. ریچارد شولتس کسیه که بهش پرداخته نشده، اسمش تو مدیا گم شده. شما بشینید چندین هفته درباره DMT و آیاواسکا تحقیق کنی، بین این همه آدم مشهور، آدمایی مثل ریک استراسمن، مثل ترانس مکنا، اسم ریچارد شولتس رو خیلی سخت شاید بشنوی. و حیف بود واقعا. این آدم کوچیکی نیست، کم کار نکرده، هیچی. شاید خیلی بیشتر از همه این اسمایی که داریم میگیم موثر بوده. تنها بدشانسی که آورده اینه که در قرن گذشته زندگی میکرده. سوشال مدیا در قرن 21 داستانش رو عملا قورت داده. من ولی عاشق این آدم شدم. تصمیم گرفتم این پرونده رو بهش اختصاص بدم و واقعا کار سختی بود اما لذت بخش. عذر میخوام سرتون رو درد آوردم. همه اینا رو گفتم که یه عذرخواهی هم کرده باشم به خاطر این مدت طولانی که انتشار این پرونده طول کشید. پرونده DMT میتونست حدود 6 هفته 8 هفته پیش منتشر بشه، ولی خوشحالم که نشد، چون احتمالاً قرار بود حرفای تکراری بشنوید. یه چیز دیگه هم بگم، دلم نمیاد اینو نگم. همون موقع داشتم با یکی از دوستام راجع به همه اینا بحث میکردم. اون برخلاف من تجربه سفر DMT رو داره. یه حرف قشنگی برگشت به من زد، گفتش که ببین اوکی، تو اومدی از تریپ قارچ گفتی، از تریپ LSD گفتی، شاید تونسته باشی با این همه توضیحی که دادی یه بخش خیلی کوچیکی از این کل بزرگ رو شفاف کنی. ولی DMT فرق داره. این سفری نیست که بشه برای کسی تعریف کرد. اگه میخوای بدونی تو این تریپ چه اتفاقی میفته، فقط خودتی که باید سفر کنی. اگه حتی تلاش کنی این سفر رو برای کسی توضیح بدی، هم خودتو مسخره کردی، هم به نظرم به DMT توهین شده. نمیدونم چقدر حرف درستیه، نقد قول کردم، ولی انقدر قشنگ بود لازم دونستم از ابوالفضل این حرف رو نقد قول کنم. ته همه این حرفا اینه که من فقط خلاصه یه سری توضیحات از DMT میدم که حالا دیگه ناقصم نذاشته باشین پرونده رو و رد میشیم، برمیگردیم به داستان خودمون. DMT چیه؟ دیمتیل تریپتامین مولکولی بسیار شبیه به سروتونین. به طور طبیعی مقادیر بسیار بسیار کمش در بدن تولید میشه، اینقدی کم که عملا سطح سرمش تو خون رو نمیشه اندازه گرفت. فقط در بافت مغز و نخاع قابل اندازه گیریه. چرا بدن داره DMT تولید میکنه؟ 2 تا فرضیه داریم. فرضیه اول میگه بدن شما 2 بار در طول مدت حیاتتون DMT رو در مقادیر بالا تولید میکنه. یکی در زمان تولد و یکی زمان مرگ. هر دوی این اتفاقات برای انسان بسیار ناشناخته هستند.
ما قبل از روبرو شدن باهاشون هیچ تصوری ازشون نداریم دیگه و انگار بدن ما میاد در یک اقدام دفاعی برای این که از حجم شوک ماجرا کم کنه این ماده رو ترشح میکنه و مغز رو وارد سطح کاملا متفاوتی از آگاهی میکنه. انقدر توهمی که این ماده برای مغز میسازه قویه، شما عملا وارد یک دنیای دیگه میشید، وارد یک بعد دیگه میشید. بحث سر این فرضیه زیاده. خیلی‌ها میگن افرادی که تجربه های نزدیک به مرگی داشتن، مثلا تو کما بودن و بعد به زندگی برگشتن، داستانهایی که اینا از تجربهشون تعریف میکنن و چیزایی که دیدن، مثلا دیدین خیلی هاشون میگن ما یه تونلی دیدیم تهش یه نوری بود و از این صحبت ها، همه اینا توهماتیه که ناشی از تولید DMT در بدنه و هیچ چیزی بیشتر از اون نیست. اصلا نمیدونیم چقدر این حرف درسته، همه چی در حد فرضیه است. فرضیه بعدی میگه که مسئولیت تمام خوابهای عجیب و غریبی که ما میبینیم گردن DMTه. حجم بسیار کمه دیمتیل تریپتامین هنگام خواب در مغز ترشح میشه و باعث میشه که ما رویاهای خارق‌العاده ببینیم و تشخیص واقعیت از رویا در خواب برامون سخت بشه. در واقع مصرف DMT هم داره با مغزتون همین کارو میکنه. اون مرزی که شما در هوشیاری کامل بین واقعیت و توهم میشناسید رو DMT میاد از بین میبره. شما خیلی راحت چیزی رو میبینید که اتفاق افتادنش اصلا ممکن نیست، ولی به سادگی باورش میکنید. حتی شک هم نمیکنید که این نمیتونه واقعی باشه. دقیقاً مثل رویا. فرضیه سومی هم داریم که میگه DMT عامل اصلی بیماری اسکیزوفرنیه. یه سری مقاله اومدن گفتن که DMT از سلولهای پارانشیمریه هم تولید میشه، مقدار خیلی کم، و بدن دائم داره تلاش میکنه غلظت DMT رو در خون ثابت نگه داره. این ثبات غلظته که شما رو داخل مرزهای واقعیت نگه داشته و اجازه نمیده که از مرز عبور کنید. اگه این ثبات به هر دلیلی به هم بخوره، شما اون مرز رو رد میکنید و وارد توهم میشید. و خب این تقریباً تعریف اسکیزوفرنی دیگه. بیمار اسکیزوفرن نمیتونه واقعیت رو از توهم تشخیص بده. به خاطر همینه که به تجربه مصرف DMT میگن اسکیزوفرنی 15 دقیقه‌ای. حالا چرا 15 دقیقه‌ای؟ به خاطر اینکه تریپ DMT یه چیزیه بین 10 الی 15 دقیقه. خیلی کوتاهه. یادمونه تریپ بقیه سایکدلیکا تایمش چقدر بود دیگه؟ ماشروم حدود 4-5 ساعت بود، LSD یکم بیشتر، مسکالین 12 ساعت بود، اما DMT دیگه یه رو بیشتر نمیشه. به سرعت عمل میکنه. شما 10 ثانیه 20 ثانیه بعد از ورود DMT به بدنتون از این بود کنده میشی، میری یه دنیای دیگه. یه رو میگذره با مغز میاید زمین. همونقدر که سریع شروع شده همونقدر هم سریع تموم میشه. بعد از 15 دقیقه انقدر سوبرید که اصلا باورتون نمیشه چند ثانیه پیش کجا بودید. البته توجه کنید که این یه ربی که من میگم برای منی که از بیرون دارم تجربه مصرف شما رو نگاه میکنم یه رب میگذره. شمایی که داخل تریپی اصلا درکی از گذر زمان نداری. برای شما چقدر زمان میگذره رو دیگه خدا میدونه. شاید روزها، شاید هفته ها، شاید ماه ها. چرا اینطوریه؟ خیلی نمیخوام علمی و پیچیدش کنم. خلاصش اینه که بدن ما این ماده رو خیلی خوب میشناسه. آنزیم تجزیه کنندش رو هم داره. به سرعت هم میتونه از طریق ادرار دفعش کنه. به خاطر همین بلافاصله بعد از مصرف توسط بدن شناخته میشه و یه رو بیشتر طول نمیکشه که بدن موفق میشه سم رو دفع کنه. بدن ما یه آنزیمی داره به نام مونوآمین اکسیداز. این آنزیم میتونه خیلی ساده ترکیب دیمتیل تریپتامین DMT رو بشکنه. حجم زیادی از این آنزیم رو ما توی دستگاه گوارشمون داریم. پس اگه شما DMT رو به صورت خوراکی مصرف کنی کلاً عمل نمیکنه، هیچ اتفاقی نمیفته. پس اگه ما بخوایم با DMT تریپ کنیم، یا باید به صورت اسنیف مصرف کنیم از راه تنفسی وارد بشه، یا به صورت تزریقی. پس این از این. حالا پس اون معجون آیواسکا چی شد؟ اونم مگه حاوی DMT نبود؟ مگه اونو خوراکی مصرف نمی‌کردن؟ پس چطوریه که اون عمل میکنه؟
ببینید DMT در طبیعت به اشکال مختلفی پیدا میشه. توی خیلی از گیاها هست، مثلا توی همین آیاواسکا هست، توی خیلی از جانورها هم هست. از پوست یک نوع وزغ میشه DMT استخراج کرد. حالا البته دقیقاً یکسان نیستن، DMT انواع مختلفی داره. ما 5-MeO DMT داریم، NN-DMT داریم. اینا یه خورده با هم متفاوتن. وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، خیلی دیگه تخصصیه. اما DMT در معجون آیاواسکا به چه شکلیه؟ معجون آیاواسکا ترکیبی از 2 گیاه مختلف، برگ‌های گیاهی به نام چاکرونا، اسم علمیش هست سایکوتریا ویریدیس، و ریشه گیاه دیگه‌ای با نام علمی بانیستریوسیس کپی. برگ‌های گیاه اول، گیاه چاکرونا، حاوی DMT هستند. اگه فقط این برگا رو بجوشونید مصرف کنید هیچ اتفاقی نمیفته. اون آنزیم مونوآمین اکسیداز میاد DMT رو راحت میشکنه. ولی چرا داریم از ریشه گیاه دوم استفاده میکنیم؟ به خاطر همین، برای اینکه این ریشه ها حاوی ماده‌ایه که آنزیم رو مهار میکنه، اجازه نمیده DMT شکسته بشه. به این ماده میگیم مونوآمین اکسیداز اینهیبیتور، مهار کننده آنزیم. ترکیب این دوتا در معجون آیاواسکا تجربه سفری رو به شما میده به طول چندین ساعت. دیگه 10 دقیقه و یه ربع نیست، چون شما داری مستقیما از راه گوارشی مصرف میکنی و آنزیمی هم که قرار بوده DMT رو به سرعت بشکونه برای چند ساعت مهار کردید. اینطوریه که شما تریپی خواهید داشت روی قوی ترین سایکدلیک جهان، اونم چندین ساعت. اگه کسی جرأت همچین کاری رو داره، بسم الله. من که جرأتشو حداقل فعلا ندارم. یه ویدیو میدیدم، یه بنده خدایی داشت تجربه مصرفش رو تعریف میکرد. میگفت من تو این سفر سالها بود که داشتم تو دنیایی که مغزم ساخته بود زندگی میکردم. همه چی اوکی بود، من کار و زندگی داشتم، ازدواج کرده بودم، بچه داشتیم، زندگیمو دوست داشتم و یهو همه چی تموم شد. من الان نمیدونم باید چطوری برگردم. گریه میکرد، میگفت دلم برای زنم تنگ شده. شما دیگه حساب کارو بکنید. دوستانی که قراره تو کامنت ها ازم بپرسید DMT خطرناکه یا نه، من نمیدونم. هر کی از من این سوالو بپرسه، تنها جوابم اینه که همین داستان رو براش تعریف میکنم و دیگه خودش میدونه. این یه خلاصه خیلی کوتاه از DMT و آیاواسکا. هر کسی بیشتر علاقه من بود بدونه، یه سری به یوتیوب بزنید، انقدر محتوا پیدا میشه که اصلا پنیک میکنید. برگردیم به داستان خودمون، برگردیم به 1942. وسط جنگ جهانی هستیم. 1942 ژاپن در جنوب شرقی آسیا قدرت گرفته و مشکلات زیادی برای آمریکا درست کرده. یکی از این مشکلات اینه که اون زمان 95% تولید کائوچو در جهان در انحصار ژاپنه. چرا کائوچو اینقدر مهمه؟ چون که نقش خیلی مهمی داره در تولید صنایع نظامی. تایر خودروهای نظامی از کائوچو ساخته میشه. محفظه های سوخت، پوتین سربازا، انواع ماشینالات، همه اینا تولیدشون نیاز به کائوچو داره. آمریکا شدیداً نیاز داره که در تولید کائوچو مستقل شه. چیکار میکنه؟ میگردن دنبال یه منبع جدید، دنبال یه جایین که گیاه کائوچو رو فراوان بشه پیدا کرد. بهترین جا کجاست؟ آمازون. بهترین فرد برای این مأموریت کیه؟ باز هم ریچارد ایونز شولتز. شولتز رو رئیس جمهور وقت روزولت احضار میکنه کاخ سفید. یه جلسه برگزار میشه در دپارتمان کشاورزی و عملاً شولتز رو مجبور میکنن که این مأموریت رو قبول کنه و اینطوری میشه که شولتز مجبور میشه دوباره کار روی آیاواسکا رو متوقف کنه تا 1945 که جنگ تموم میشه. جنگ که تموم میشه دیگه فشار از روی شولتز برداشته میشه. بعد از اون طرف به واسطه این چند تا مأموریتی که شولتز برای ارتش انجام داده و همشون هم موفقیت آمیز بوده، اعتبار خوبی در ارتش پیدا کرده
یه جورایی دیگه خرش میره. طبیعتاً از این فرصت استفاده میکنه، یه بودجه توپلی میگیره برای پروژه تحقیقاتیش روی آیاواسکا. سفری میشه این سفر واقعاً. میگن سال 1947 شولتس با یه گروهی از بومیا رفته بوده اطراف رودخانه دنبال چیدن برگ‌های آیاواسکا. کیلومترها بود که داشتن کنار رودخانه راه میرفتن. یک مسیر صعب العبوری هم انتخاب کرده بودن، همه جا گلولای و پر از خار و تیغ، پای برهنه. یهو شولتس میبینه که نوک انگشتاش داره یه گزگز عجیبی میکنه. توجه نمیکنه، به راه رفتن ادامه میده. 1 ساعت بعد میبینه که پاهاش هم داره گزگز میکنه. الان ما میدونیم که این گزگز دست و پا نشانه های بیماری بریبریه. بریبری یه بیماری در اثر کمبود ویتامین ایجاد میشه. اون موقع ولی شولتس این رو نمیدونسته. سعی میکنه بازم به راهش ادامه بده، ولی یکم جلوتر که میره میبینه که دیگه کار نشدنیه. پاهاش پر زخمه. بعد از زمان و مکانی هم داریم حرف میزنیم که هنوز آنتی بیوتیکی هم اونجوری وجود نداره. کلاً 12 ساله که تازه پنیسیلین در لندن کشف شده. طبیعتاً وسط آمازون گیر نمیاد. پس شما وقتی وسط جنگل این همه زخم‌های عمیق داری، بعد تقریباً هم پاهاتو داری حس نمی‌کنی، این اگه باعث مرگت نشه قطعاً قطع عضو دیگه رو شاخشه. اینه که شما مجبوری خودتو یه جوری به شهر برسونی وگرنه کارت ساخته است. اما بدبختی اینجاست که نزدیکترین شهر کیلومترها از نقطه‌ای که اینا هستن فاصله داره. شولتس تصمیم میگیره که خودشو برسونه به یکی از پایگاه‌های نظامی در منطقه. امیدواره که از اونجا بتونن با یه پروازی چیزی بفرستنش به شهر. تا پایگاه هم البته با اینکه بومیا مسیر میانبر بلدن بازم کم راهی نیست. خلاصه اینا راه میافتن. وسط مسیر یکی از بومیا برمیگرده میگه که آقا ما که تا اینجا اومدیم، یه دره هست از اینجا 2 ساعت راهه. اونجا یه گیاهی من میشناسم آیاواسکا رو میذاره جیبش، پایید بریم. همه یه نگاهی به شولتس میکنن. بزرگوارم برمیگرده میگه که ردیف آقا بریم. شما ببینید چقدر کله خره این آدم. میبینه پاهاش حس ندارن، میدونه که ممکنه زخماش عفونت کنن، میدونه ممکنه بمیره، ولی بازم وقتی صحبت از یه گیاه جدید میشه همه چی رو به جون میخره. اینا میرن و گیاهو پیدا میکنن و برمیگردن و میرسن به رودخونه. قایقا رو میندازن به آب، میرن پایگاه پیدا میکنن. میبینن که هی بابا از هواپیما خبری نیست که. از زخمای شولتس هم داره چرک میزنه بیرون، وضعیت خراب. دوباره قایقا رو میندازن به آب، میگن چاره‌ای نداریم که همینو مسیر رودخونه رو بریم، حالا به یه شهری میرسیم دیگه بالاخره. چند ساعت پارو میزنن. یه جا رودخونه خیلی مواج و خطرناک میشه. قایق کج میشه، آب میاد تو. نصف وسایلشون آب میبره. غذاها، لباسا، همه نمونه‌های گیاهی که شولتس جمع کرده بود همش میره. با بدبختی خودشونو میرسونن به شهر. بومیا شولتس رو بیهوش تحویل بیمارستان میدن. حضرت آقا 3 روز بستری میشه. به هوش که میاد اولین جمله‌ای که میگه چی باشه خوبه. میگه که پاشید برگردیم، من از اول باید گیاها رو جمع کنم وگرنه همه اینا برای هیچی بوده. یادمونه این آدم قبلا کی بود دیگه. این همون آدمیه که اولین سفر تحقیقاتی که رفت سنجاق کرواتشو با خودش برد. اون آدم کجا؟ این آدم کجا؟ تفاوت از زمین تا آسمونه واقعا. عکسایی که از ایشون در سفرهای آخرش هست رو میذاریم تو کانال تلگرام، خودتون با عکسای جوونیش مقایسه کنید. ریچارد شولتسی که داره در 1953 از آمازون برمیگرده به آمریکا هیچ شباهتی به اون بچه خونگی نردی که از دانشگاه اومد بیرون نداره. واقعا کاش برید کتاب سفرنامه‌شو بخونید. من خیلی حیفم میاد که اینجا نمیتونم جزئیات رو کامل تعریف کنم. خود کتابو بخونید، از حجم تغییراتی که این آدم تو این سالا کرده فکتون میفته. شولتسی که برمیگرده به آمریکا گردنشو تبر نمیزنه. یه ماجرایی بعد از برگشتنش اتفاق میفته، اینم تعریف کنم دیگه پرونده رو ببندیم، خیلی طولانی شد. میگن اولین کسی که در آمریکا آیاواسکا رو از دست شولتس میگیره و مصرف میکنه
نویسنده‌ای به نام آقای ویلیام برو. این آقای برو میاد تجربه تریپاش رو در قالب نامه میفرسته برای یکی از دوستای شاعرش آقای آلن کینگزبرگ. مجموعه نامه های ایشون چاپ میشه تحت عنوان The Yahe Letters. یاهه یه اسم بومی برای گیاه آیواسکاست. خیلی کتاب پرفروشی میشه. یه مجله میاد همزمان با آقای برو و دکتر شولتس مصاحبه میکنه. آقای برو شروع میکنه خیلی با پیازداغ فراوون تعریف میکنه که آره سفرهای من چنین بود و چنان بود و دنیا در هم پیچید و کن فیکون شد و اینا. شولتس خیلی فاز منو که اصلا نگرفته‌ای برمیداره، برمیگرده یه پوزخند میزنه میگه سیریسلی؟ والا من فقط یه سری رنگ دیدم. بسیار جای تعجبه که همچین شخصیتی به مرگ طبیعی فوت میکنه. به قول یکی از دوستان درسته که ژاپن خاکش نمیکنن ولی برای یه سامورایی همه جا ژاپنه. پرونده آیواسکا و DMT رو همینجا میبندیم. در واقع پرونده کل سایکودلیک ها رو میبندیم. در 10 اپیزود درباره انواع سایکودلیک ها صحبت کردیم. مسیر طولانی رو با هم اومدیم اما هنوز خیلی راه مونده. کلی مخدر و محرک و دراگ دیگه هست که قراره در نارکوکست بریم سراغشون. هنوز نمیدونیم پرونده بعدی قراره درباره چه دراگی باشه و خیلی دوست داریم که از اینجا به بعد و شما بهمون پیشنهاد بدین. تو کامنت ها بهمون بگین که دوست دارین پرونده بعدی درباره چی باشه. آپشن هم زیاده دیگه: الکل، ماریجوانا، کوکائین، آمفتامین، ریتالین، مورفین و غیره و ذالک. یه نظرسنجی تو کانال تلگرام میذاریم. گزینه‌هاش رو از بین کامنت های کست باکس انتخاب میکنیم. اونجا هر دراگی که بیشترین رأی رو بیاره پرونده بعدی رو دربارش خواهیم ساخت. خیلی ممنونم که نارکوکست رو گوش میدین. خیلی ممنونم که پادکست فارسی گوش میدین و خیلی بیشتر ازتون ممنون خواهیم شد اگر ما و بقیه پادکست های فارسی رو به دوستانتون معرفی کنید. من ارشیا رستگار هستم و از همینجا براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. روز و روزگار خوش. Have a nice trip.